زامیاد، ولی این دفعه دیگه آبی نیست و طلایی رنگه و برای صادرات فرمون راست شده. این خودرو تو بازار آفریقا و اختصاصا بازار کنیا عرضه شده و مثل این که خیلی هم خواهان داشته، ولی خودرویی که 60-70 سال از عمرش میگذره، همون شاسی همون پلتفرم بدون هیچ تغییرات مثبتی داره ساخته میشه و خب اصلا چیز جالبی نیست. پشتش اگه رو بخوایم نگاه بکنیم نوشته زامیاد از پشتش حذف شده و خب این دستگیره‌ای که اینجا میبینید به نظرم تغییر کرده و خب فرمش یه ذره متفاوته، احتمالاً قالب کشششو یه ذره تغییر دادن. ستونش بزرگترین تغییرشه و کشیده شده برای اینکه بتونن صندلی‌های پراید رو توش جا بدن و قابلیت تنظیم داشته باشه. متاسفانه دراش قفله. چرا؟ چون 10 دقیقه از نمایشگاه گذشته و بچه‌های سایپا و لزوما زامیاد حوصله نداشتن و جمع کردن رفتن. میبینید که فرمون پرایده، ترمز دستی رو میبینید و اون دست دنده‌ای که چقدر ارتفاعش زیاده. یه راهنمای خیلی گنده به نظرم بیریخت اینجا داره و فیسی که 70 سال همین شکلی. سایپا میگه موتورش رو تغییر دادم، اسمشو کردم Z24 پلاس، ولی خب تقریبا همون خروجی ها رو داره. از بغل اگر بخوایم نمیدونم میتونیم یه جاهایی رو ببینیم، یه جایی داره موجش معلوم میشه.